салому дуруд дӯстон, тамошобинон, муҳибон ва нафароне ки ҳамеша барномаҳои телевизиони танинро пайгирӣ мекунед. Барномаи фурсати гап аст ва имрӯз дар студия яке аз чеҳраҳои ошно, рӯзноманигор, фактчекер, оне ки дар олами интернет ҳамеша дар такоппут, дар ҷустуҷӯ аст, ҷамшеди маъруф, коршинос. Хушомадед мегӯем ба барнома ва мо дӯстони азиз имрӯз барои шумо доир ба интернет, доир ба хабарҳои бардуруғ, доир ба ҳуши маснуӣ ва вобаста ба ҳамин мавзӯъ дар атрофи он чанд суҳбати ҷолибро хоҳем дошт ва албатта умед мекунем ки ин барнома ба шумо писанд меояд. Хуб, нахуст ба шумо ташаккур мегӯем ҷамшед ҷон, ва ман дар оғоз чун шумо коршинос, мутахассис ва гӯем ҳаммуаллифи ягона сомонаи фактчекинги дар Тоҷикистон factcheck.tg ҳастед. дар оғоз биёед суҳбатро аз умуман ҳамин хабарҳои бардуруғ оғоз кунем. Чӣ гуна фаҳмем ки он бардуруғ аст, ба чӣ бовар кунем накунем, аз ин оғоз кунем. нахуст савол ин аст ки умуман фактчекинг ин чист, ҳамчун як вожа, ҳамчун як гӯем мафҳум чиро мефаҳмонад ва онро чӣ гуна фаҳмида метавонем? خب تشکر زیاد اسیم جان اولا برای دعوت و موضوعی که امروز ما یک جای بررسی میکنیم یکی از موضوعهای مهم است، چون اکثر ما به واسطه در با شبکه‌های اجتماعی رابطه زیست داریم و این موضوع از موضوعی میباشد که همه روز ما با آن وا میخوریم. اگر وابسته به مسئله فکت چکینگ و یا اینکه به اصطلاح تاجیکی اون رو همچون دلیل سنجی که ترجمه کردن اگر بگیریم، ما شما نظم میدونیم که مثلا هنگامی که در شعبه ژورنالیستی که تحصیل میکردیم همیشه استاد ما میگفتن که باید که شماها یا اینکه وقتی که ما در روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو کار میکردیم میگفتن که همیشه هر اطلاع رو نکم از 3 منبع باید سنجیده باشه و در این صورت شما میتوانید خبر رو رد یا تصدیق کنید که تا کجا واقعیت دارد، تا کجا مثلا از حقیقت بیرون است. اگر گیریم این همون دلیل سنجی هم این خود یک الفبای ژورنالیستیک است، ولی از بس که این گوییم که همین الفبای ما ژورنالیستیک متاسفانه نه همیشه در شرایط کنونی رعایت می شود، پس اینجا علاقه یک مفهوم پیدا شد که همچون یک فرمت نوی ژورنالیستیک دلیل سنجی که امروز بعضی نفران میگویند که این یعنی الفبا درست یگان جای مشکل ندارد میفهمیم، اما امروز آن را همچون یک فرمت نوی ژورنالیستیک پیشنهاد میکنم. با چه خاطر؟ با اون خاطر است که امروز نه همه ژورنالیستان آنهایی که به واسطه با شبکه‌های اجتماعی رابطه دارند هر گونه خبرها رو متاسفانه نمیسنجند، یعنی بدون سنجش میگیرن به اصطلاح اگر انگلیسی بگیم کپی پاست میکنن، یعنی نسخه برداری میکنن و اون رو به دیگران پیشنهاد میکنن. متاسفانه برای همین این واژه امروز خیلی مهم است، به اون خاطر است که هر اطلاعی که نوبست از آن که در شبکه‌های اجتماعی نشر و پهن می شود امروز ضرورت پیش میآید که هر نفری ما در برابر اون که اون رو مطالعه میکنیم حتما باید اون رو بسنجیم و سپس مثلا موردی نشر و پهن قرار داده باشیم. اصلا بخشش اصلا همین چیزی که شما گفتید که خیلی معمول شد، اصلا همین پخش شدن خبرهای بردروغ این علاقمند است با رشد شبکه‌های اجتماعی، استفاده اینترنت. اصلا گریم اگر بله، چون در برابر این پیشتر هم دلیل سنجی بود در کشورهای دیگر، اما چرا یک باره این مفهوم یا اینکه خود همین فرمت یک باره روی به آف نهاد؟ گفتم ممکن است که یکی از اساسگذاران این رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده آمریکا است، همین ترامپ. همون وقتی که یک زمانی که بار اول به کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نشست، در همون لحظه چند از خبرگزاری ها رو یعنی گفت که خبرگزاری های فیکی هستید و از همونجا گوییم که همین فرما دلیل سنجی یعنی معمول و مشهور شد. تا این زمان هم بودن کار میکردن، اما نه به اون شکلی که امروز مثلا معمول و مشهورتر است نبودن.
و امروز و اون یعنی گویم که یکی از گویم که اساسگذاران بود که همه خبرگزاری رو فیکی گفت و طبیعی است که این همین پلتفرم ها خیلی پرقوت‌تر شده الکی هر گفتارها هر اظهارات های منصبداران رو مورد سنجش قرار میداده شده. یعنی اگر گیریم اگر خود همین مفهوم یعنی اگر فکت چکینگ یا اینکه دلیل سنجی یعنی اگر گیریم اگر یعنی سنجشی همون دلیل است. یعنی خودش اگر گیریم که دلیل چی است؟ دلیل این همون چیزی است که ما اطلاع رو میتوانیم سنجیم. یعنی ما اون رو مورد سنجش قرار داده. یعنی هر یک اطلاع همچون یک دلیل پیشنهاد می شود، اما اون رو ما میتوانیم مورد سنجش قرار دهیم که اون تا کجا واقعیت دارد یا تا کجا مثلا از حقیقت دور است. و در همین جا نیست دلیل سنجی نیست، نقش اساسیش همین است که امروز هر گونه خبرهایی که نشر و پخش میشه در شبکه‌های اجتماعی، در گوییم که خبرگزاری ها چی در اظهارات منصبداران، وظیفه اساسی دلیل سنجی این است که آن را مورد سنجش قرار ده برای عامه پیشنهاد کردن است که تا کجا آن واقعیت دارد. خب یعنی اگر مثلا شما همچون استفاده برنده تماشابینای ما که ما رو تماشا میکنند چگونه پی برند که این خبر یا که این پیام دروغ است، فیک است؟ یعنی عادی‌ترین نشانه های فیک بودن همین خبرها مثلا خود رو به دست گیرند و گویند که نه این دروغ است، باید سنجیم. یعنی چی نشانه ها هست؟ اگر بگیریم تجربه چندین ساله که ما از اگر هم پلتفرم دلیل سنجی نگاه کنیم 2018 اون برای اول ماه سپتامبر یعنی باز شد و تا به امروز مثلا ما کار فعالیت میبریم. اگر همین تجربه آموزش ها رو بگیریم، تجربه کاری که در همین سمت سواد رسانه عموما دلیل سنجی بگیریم، نشان میدهد که متاسفانه نه همه یعنی کار با همون ابزارها یا اینکه اینسترومنت هایی که هستند کار کرده میتوانند. و خلاصه کردیم که در اینجا خیلی خوب می شود که هر کاربری که امروز یعنی استعمال کننده اطلاعات است بیشتر خوب می شود که از همون تفکر انتقادی خودش کار بگیرد، چون معلوم شد که نه همه با ابزارها کار و فعالیت کرده میتونن، شاید مشکلی دارن، شاید دسترسی به اینترنت دارن، اما تفکر انتقادی ضرور است. چی میگوید تفکر انتقادی؟ پیش از همه میگوید که هر اطلاعی که شما استعمال میکنید به دست میارید، پیش از همه بعد از مطالعه برای خودتون سوال ها گذارید که چرا این خبر مثلا تا کجا درستی دارد، مثلا منبع هایی که در این خبر آمده است آیا درست است یا واقعیت دارد یا نه. میتواند که اون منبع رو باز علاهیده خودی اون نفری مثلا استعمال کننده جستجو کند، بیند که تا کجا همین گوییم که تکیه کرده است و اون منبع درستی دارد، واقعیت دارد یا نه. یا مثلا فکت و رقم هایی که در اون خبر آورده شده است میتواند علاهیدگی جستجو کند که همین فکت و رقم ها واقعا دارد یا نه. هر منبعی که مثلا میسنجن هم منبع داخلی را ببینند، مثلا اگر فرض کنیم که سخن درباره یگان سمت سلامتی رود، ما میتونیم ببینیم که اگر یا مبلغ گذاری شده باشد ما میتونیم از سامانه وزارت تندرستی ببینیم و در برابر این از سامانه سازمان جهانی تندرستی ببینیم. یا سخن درباره اگر گوییم که مبلغ گذاری صحیح اقتصادی باشد ما میتونیم از سامانه بانک ملی ببینیم و در برابر از سامانه بانک جهانی ببینیم. یعنی الटरनेटिव باید باشد و از چند منبع وقتی که شما میسنجید میبینید و سپس خلاصه کردن ممکن است که تا کجا واقعیت دارد. میگفتن که مثلا پیشتر میگفتن که مثلا 7 بار چین کنی 1 بار برا. امروز باید این مفهوم رو ما به این شکل گوییم که به شکل مدرن اگر گیریم، گفتن در گور است که 7 بار بسنجو 1 بار پهن نمو. یعنی شما هر چقدر شما میسنجید، چون شما نیست مثلا دوستای زیاد دارید در صفحتون و یک خبری که شما نشر میکنید بدون سنجش اون میتونه چند دوستای شما رو نیز مثلا با اون گوییم که پیوست کند که توسط شما دوستای شما اون رو میگیرن باز پهن میکنن. یعنی ببینید که موجی خبرهای فیکی رو شما چگونه توسط دوستانتون میتونه پهن، ولی اگر شما مثلا یک خبر رو سنجیده پیشنهاد کنید باز همون دوستای شما میتونن اون رو مثلا تقسیم بندی کنند با دیگر دوستان، البته ببینید که موجی خبرهای فیکی رو شما چقدر مثلا کاهش میدید. یعنی در همین صورت هم البته هر کاربر میتواند که اون رو زیاد کند یا کم کند، در دست هر کاربر است که در اینجا علاقه تفکر انتقادی هر کاربر خیلی نقش مهم می‌بازد، چون با سوال دادن به خود که تا کجا واقعیت دارد. خب همچون متخصص میخواستم به این سوال جواب دهید، چرا خبری بر دروغ، خبری فیکی زود و زیاد پهن میشود؟
این مثل که همون در زمان پیش هم اگر نگاه کنیم کتاب‌های بدیهی را نگاه کنیم اگر همه گونه مثلا دروغ‌ها زیادتر پهن می‌شد و اون بیشتر مثلا به گوش می‌رسیدند یا مثلا حتما در اون خبرهای مثلا بر دروغ مبالغه یا درجه بلند غلوش هم استفاده کرده می‌رسانیدند که اون زیادتر مردم به فکر من دوست می‌دارن یک چیز رو از حد زیاد نشان دادن حتی اگر مثلا شاهدی یگان حادثه نباشند هم خودشون رو شاهد حادثه گرفته مثلا یک چیز رو از بودش زیادتر کرده نشان دادن گویا که نقش اساسی رو آنها همچون در یک فیلم بازیگر ایستاده باشند. بله متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی امروز اگر نگاه کنیم اگر خبرهای دروغ زیادتر پخش شده هستند و عادی‌ترینش اگر گیریم اگر مثلا همون سال 2021 وقتی پاندمیه یعنی ما بعضی خبرها رو خودمون ساختیم خبری دروغ رو و توسط این خبری دروغ برای کیسه خودمون نیست مثلا جبر کرده. عادی‌ترینش مثلا گفتیم که اور دیگر وارد نمی‌شده است مثلا روغن دیگر وارد نمی‌شده است دیگر هم مثلا در بازار پنجشنبه و دیگر بازارها ریختن مردم برو آمدند مثلا لینگا مثلا ظرف‌های زیاد کتی زیاد روغن خریدن آوردن خانه نگاه کردن یک هفته 10 روز گذشت همونجا آرامی در بازار همون آرد مثل پیشتره به فروش است روغن نیست دیگر محصولات خوراکه و دیدن که یعنی یگان جایی چی نیست جایی گوییم که ترس و هراس نیست بعد گرفتند و دیگر چا کردن باز برآورده در تگ دری خودشون با نرخ ارزان بفروختن. یعنی این اصلا همه نمود فیک بر منفیتی کسی است. بله مقصد از پهن شدن فیک چی است یعنی مردم رو به تهلکه واهمه ترس انداختن است چون مردم وقتی که به تهلکه به ترس افتاد در همون وقتی ترس و تهلکه نمیدونه چیکار بکنه یعنی وای از ترس به اون کارهای دست میزند که خودش نمیدونه از جمله گویم که خریدهای زیاد کردن دست و پا خوردن بعد از اون که مثلا آرام میشد و میبیند که همه جا آرام یعنی گویم که عقل سالم بعداً میاد به خودش بعد میفهمد که چیکاری کرده است مثلا برای همون آدمی میدونن که انسانیت از ترس همه کار رو قادر است و از گویم که تهلکه همه کار رو قادر است مخصوص این خبرها رو پهن میکنن و میدونن که مردم از در وقتی همین ترس شدنشون کارهای زیاد به راه میدهند و طبیعی است که نفرانی که با این سر و کار میکنن از این استفاده میکنن و برای خودشون مثلا منفعت‌های زیاد به دست میبرن چی مثلا در شبکه‌های اجتماعی برای پهن کردن این یا نوارها مثلا یا کار کردن مثلا مبلغ‌های هنگفت مثال یا از جمله مثلا توسط گویم که ریالی در بازارها انگونه مردمی که وقتی در حالت پاندمی رخ داده بود همین گونه حالت است. شما یک تجربه رو میتونید با ما قصه کنید که با اون مردم باور کردن لیکن پلتفرم شما تیم شما اون رو دروغ اعلان نمودن گفتن که این دروغ است و باور نکنید. خب یکی از اونها باز هم در پاندمی اگر یادتون باشه اگر یک خبری برآمده بود که گویا که گفتن که از ساعت 5 صبح از ساعت 11 شب تا 5 صبح در تلویزیون خودتون رو محکم کنید چون توسط چرخبال یعنی چی میچوشن در شهر دیزینفکسیون میکنن شهر رو دورو میچوشن بله دورو میچوشن و این خبر یعنی در دوشنبه است یعنی گوییم که در دوشنبه همین کارو کنید و زیاد نفران بودن که مثلا در همون روزا چی گوییم که در تلویزیون رو محکم کردن گوییم که مثلا شبانه چرخبال میبرد و مثلا دیزینفکسیون میکند و همون خبر رو ما زود سنجیدیم تا مثلا چون این خبر یعنی سنش بود ساعتش معلوم که بود ما زود سنجیدیم در همون لحظه که چون البته برای پگاه دیر میشد این خبر زود سنجیدیم و معلوم کردیم در همون لحظه که اون خبر گوییم که اگر نگاه کنیم اگر یعنی گوییم که مثل زنجیره است همه گونه خبرهای فیکی در بسیار مورد زنجیره است یا از اوکراین یا از روسیه مثلا به قزاقستان آسیای مرکزی از قرقیزستان بعد به ما می آید و شکل‌های دیگر شده می آید. وقتی که اون رو سنجیدیم همین عادی‌ترین همون متنی که توسط پیام‌رسان‌ها پخش شده بود یعنی واتساپ گرفتیم همون متن رو همین کاری که ما کردیم در جستاری گوگل زدیم و برای ما پیدا کرد که مثلا این خبر باری اول در کجا آمدگی است و آنها علاقه دیگر کشورها دروغ بودن آن را گفتگی هستند
و تنها در اینجا چی شده است همون ساعت همه ایستاده است فقط شهر به جای مثلا دوشنبه پیدا شده است و مردم مثلا در همون لحظه باور کردن زیاد که همین گونه حالت می شود و ما سری وقت سنجیدیم و پهن کردیم که باور نکنید چون این حالت مثلا نمیتونه چون در همون لحظه دیگر مثلا مقامات هم بعداً اعلام کرده بودن که این خبر اساسی واقعی ندارد. با شما نیز یگان خانم ناشناس با وعده 2.5 میلیون پیام فرستاده است؟ با میلتون بله این گونه حالت ها خیلی زیاد هستن. اگر خطا نکنم این را میگفتن یک پیام رسانی نیگریایی. چرا؟ چون که اولین بار در همین نیگریا همین گونه حالت پهن شدگی بود و ما هنگام وقتی که ترینینگ میگذارنم برای بچه‌ها زیاد همین خیلی پیام رسان ها رو مثلا برای خودم اسکرین شات گرفتم و همچون نمونه نشون میدم. پیشتر اون به زبان انگلیسی با پشت الکترونیک شما می اومد. بعداً اون به زبانی گفتم ممکن است که روسی تبدیل یافت. حالا باشد علاقه به تاجیکی می نویسیده شدن و چنان مثلا خوشرو حرف میزنند و همه اونها اگر نگاه کنید اگر ساختارش یکی است یعنی توسطی حالت روانی شما تاثیر رساندن است. مثلا یعنی شما رو چند وقت است که پیگیری دارد در شبکه‌های اجتماعی شما خیلی آدمی خوب هستید شما خیلی آدمی مسئولیتناک هستید یعنی شما خیلی زیاد تعریف و توصیف می‌کنید که حتی وقتی که میخونید خودتون برای خودتون یک حلوان می‌برید که من خودم همین خیلی آدم بودم و در زیرش علاقه میگوید که مثلا من یعنی در کجای بیمار هستم یا در وقتی در دم مرگ قرار دارم و همین قدر مبلغ دارم که بنابر اون که یعنی رفتارها و کردارهای تو رو مشاهده کردم میخوام که مبلغی که بود برای تو ارسال کرده باشم. و بودن حالتایی که برای بعضی نفران مراجعت کردن که مثلا بعضی حالت شد که کار از کار گذاشتم بعدم حتی شخصانی سالار رو ما دیدیم که مثلا یک شخصی کلان یک شخصی زن و فرزنددار یک شخصی که 40 ساله 20 تا 50 هزار سوم. جالب این است که عاصم جان وقتی که سخن درباره پول میره همه حرکت می‌کند که یکم شده مبلغ رو گیرد و طبیعی است که برای شما این گپ رو نمیگوید و وقتی که علاقه فریب میخورن بعدا به شما مراجعت میکنن که کمک کنید. یعنی گوییم که در اصطلاحشان یک چی هم بود یک گوییم که ضرور مسئله محلی بودن که شاید در دیگر جا هم باشن میگفتن که بعدی تپو تیز قیله گیرو بریز مثلا یعنی کار از کار که گذشت بعدا مراجعت میکنن که در این حالت ما هم که چیکار کردن نمیتونه تنها گفته میتونیم که شما رو مثلا به دست قلبان افتاده و مبلغ شما رو مثلا علاقه از شما تصرف کردن تمام دیگر علاج ندارید. برای همین در این گونه حالت ها هر گونه پیامک رسانه‌ای که میآید یا هر یک دوستی که مثلا برای شما رو میکند حتما با اول پرسیدن در کار کی هست چی هست با کدام مقصد مثلا یا کوشش کردن در کار که به هر گونه مثلا لینک ها یا پیوند های مثلا بیگانه ناخن زدن در کار نیست اون رو باز کردن در کار نیست یا مثلا مطالعه کردید کفایه هست مثال گیرید حذف کنید دیگر مثلا اسپیش نشوید. ولی وقتی که سخن درباره پول که میرود همه ما شوق هم میشیم و همه ما کوشش میکنیم که اون مبلغ رو بدون کسی زیاد و با کسی دیگر نمیگوییم که او هم مثلا با اون مبلغ چی نشود که همراه نشود. خیلی 2.5 میلیون و 2.5 میلیون مثلا 100 هزارش با من شریک شود هیچ گپ نیست. اینجا متاسفانه نفسانیت انسانیت است که در همه گونه حالات ما کوشش میکنیم که یعنی پنهان میکنن و کوشش میکنن که مبلغ ها رو مثلا گرفته باشن یا حتی بودن حالتایی که وقتی در ترینینگ ها میگذاشتیم بعضی نفران نگفتن لیکن در علاهیدگی اومدن گفتن که مثلا من همین حالت یعنی ما هم وقت خودمون رو در بسیار حالت ها همچون آدمی دانشمند وانمود میکنیم و گویا که همه چیز رو میدونیم و در حالت‌های مثلا فردی انفرادی مثلا میگیم که یعنی در من همین گونه حالت رخ داده بود و نمیخوایم که در آن میگیم یعنی این کاری هر نفر است ولی در هر صورت اگر نگاه کنیم در کاری اساسی که وقتی که سخن درباره این گونه مبلغ‌ها میرد ما کوشش میکنیم که خودمون صاحب اون شویم وقتی که فریب میخوریم بعد راهی نجات رو میکوبیم و از همه نفر رو کمک پرسیدن رو آغاز میکنیم چون علاقه گوییم که ما مبلغ رو از دست دادیم دیگر آن رو باز گردانده نمی شود و اون نفری که مثلا مبلغ شما رو به دست اونها مرد آدمی احمق نیست که بعد از اون که مبلغ رو از شما گرفت همیشه پیش شما گردد. اونم به قول گوییم که
نصف شب میرود و دیگر شما اون رو پیدا کردن نمیتونید که از اون مبلغ برگردید. برای من گفتم میتونم که در این گونه حالت ها باید مثلا زیرکی رو از دست دادن در کار نیست و به هر گونه مثلا پیام هایی که نمیشناسید باور کردن در کار نیست و هیچ یگان نفر برای شما یک سوم رو هم تو پیشکش نمیکنه. من با همین گونه یک نفر روبرو شدم. یعنی همین نفر به من در پشتم نوشت که من در کدام دولت هستم، در اینجا ما جنگ میکردیم، یعنی من در ارتش هستم، افسر هستم، مبلغ پیدا کردیم و این مبلغ رو من میخوام به کسی انتقال دهم، چون این مبلغ رو من به کشور خود بردن نمیتوانم و من تو رو پیدا کردم و اگر تو روزی باشی که همین مبلغ به کارهای خیر صرف کنی و از آن 10% رو برای کار خودت گیری، من همین مبلغ رو به تو میفرستم. خب من میدونم که این فیک است، من میدونم که دروغ است. من گفتم من روزی هستم، چیکار کردن در کار؟ خب جواب نوشت. همین کارا کردن در کار که تو باید مبلغ روان کنی که خراجاتایی از مثلا بوج دولتی خوب از وای گذراندن، چون این مبلغ زیاد است با وای فرستادن نمیشد، من اینو با سمالیات روان میکنم، همه خدمت رسانی ها رو باید پرداخت کنیم. من گفتم چقدر مبلغ است، چقدر لازم است؟ گفت خیلی $250. گفتم خیلی خوب است. از همون 10% که من دارم که گفتم حقی من هست، از همون 10% گرفتم، میتونی تو همون چی خراجات کنی و من همین کارو نکنم چون از پول ندارم. و دیگر همین دیگه جواب نامد و معلوم شد که چی میخواد. یعنی در اینجا دیگه سوال منطقی این است که مثلا مادامی که اینقدر پول زیاد است، سوال عادی که چرا نمیتواند از همون یک قسمتی معین مبلغ نمیتواند همین گونه خراجات هایی که هست پرداخت کرده شد. یعنی عادی ترین سوالی که هم چرا، یا مثلا چخیلی که شما کرده واسه اینجا در همینجا باید که همین گونه است که مثلا از اون مبلغ شما میتونید یعنی مبلغ برای من ندهید، همون قسمتش گیرید و اصلا مصرف کنید. یعنی سوالای عادی هستن که باید که ما دهیم یا اینکه برای خودمون دهیم پیش از اون که به اون نفر جواب میدیم. و وقتی که اگر مثلا این گونه سوال ها واگذاشته میشوند، الکی گوییم که همون صحبت شما الکی گوییم که بسته میشوند، تمام دیگر الکی با شما صحبت نمونه، بلکه درک میکند که با اون شخص مثلا صحبت میکند که الکی شخصی عادی نیست و صرفا میرد به این شکل ها و اونها کوشش میکنن نفران باید یابند که یعنی گوییم که قربانی همین قلابی شده میتوانند. میدونید چونون فریبگری و قلابی تشکل یافته است که این حالا ما یک شکل کلاسیکیش رو گفتیم. حالا مثلا در اینترنت میگن شخصانی پیدا شدن که مثلا به شما سامانه پیشنهاد میکنن و کار پیشنهاد میکنن، میگن که تو همین از یوتیوب همین ویدیو رو تماشا کن، اسکرین شات کن، با گروهی که همونجا هست به همین گروه روان کن. وقتی که ما دیدیم که تو همین کار رو کردی، ما از حساب رکلام دهنده های یوتیوب به تو مبلغ میدیم. همین کارو میکنید، در چند دقیقه 3 ویدیو تماشا میکنید، روان میکنید و به شما 30 سامانی به دوشنبه سیتی شما یا اینکه به یگان همیان الکترونی شما پول میبوید و میگوین که انکون برای آن که تو 50 سامان کار کنی تو باید در این مدت این کارها رو انجام دهی و وقتی که شما کرده میروید یک کاری رو خطا انجام میدهید، میگوین که برای همین توگمه کشوده شدنش تو باید باز 150 سامان پرداخت کنی. همین گونه حتی من با یک نفر گویا یک شخص بسیار هم نزدیک خویش و تبار وقتی ما صحبت کردیم این قصه رو نقل کرد و گفت که 45,000 سامان من مبلغ دادم. همگی در 5 ساعت، ساعتی یک سر کردگی و ساعتی 5-6 بیگانه تا هفته همه قدر مبلغ علاقه گذرانده است و گفت که من به مبلغ در کار حاضر مبلغ در کار اگر من 5,000 سامان پرداخت کنم من 50,000 سامان گشته میگیرم. من گفتم همین 5,000 سامان پرداخت میکنی، از همین 5,000 سامان هم پول میمونی. اون شکل مدرنش پیدا شد. بله اگر در یاد داشته باشید که یک مدت چی شد
یک چند نفر فقط به تلفن شما زنگ میزنن از گویا که از کدام بانک شما هستن یا از این بانکایی که شما همیان الکترون دارید یا مثلا کارت پلاستیکی دارید زنگ میزنن میگن که من از فلان بانک هستم شما میخوای چی کردگی هستید. یک حالت بود در منم که یک زنگ زدن گفتن که شما فلان بانک به چی هستید کارت همیشه شد که تصادفاً همیشه راست آمد که شما گفت در فلان بانک مشتری هستید مثلا بله کارت بانکتان یعنی گوییم که مهلتش به آخر است مثلا درست بعدا گفتن که شما میخواهید نو اون رو فرمایش دهید مثلا بله چرا نه بعدا لکه سر کردن یکی در همین گونه حالت اول من سری کار بودم یکی در همین گونه همه گوییم که اتمسفر رو آفرده هستن وقتی که گام میزنن در گویی که در بانک هست و اون نفری که با من زنگ میزنه یعنی همه خیلی فضا رو هم ساختگی هستن. یک سلام زد گفتم مثلا گوش کنید شما مناسبتون چی چرا رقم هایی که شما برامدید دیگه از دیگر است برای چی از مثلا رقم چینه محلی نه بعد دیگر علاقه قطع گردید برگشت من زنگ زدم علاقه رقم دست نارس است بعد از چند روزش بو زنگ زدن علاقه با من یعنی توسط میخه زنگ زدن حالت شد که درک کردم که در همین گونه حالت نفرانی که یعنی با همین گونه حالت ها میفروین یعنی فریب میخورن یعنی زنگ میزنن کارت شما میپرسد رقم بانکتون میپرسد شما نادونسته مثلا پیشنهاد میکنی این در نتیجه مثلا از شما مثلا کامیون شما مبلغ ستانده میشود یعنی اونها نیز به طور پسیکولوژی یک حالت روانی شما تاثیر میکنن به شما وعده عجیب میتیم با مبلغ شما هماسمان میکنند و کارهای شما انجام میدید که شما تو خودتون درک نمیکنید و سپس میبینید که مبلغی که علاقه صرف کردید مبلغی هنگفت است و همین خود در همین گونه حالت ها باید که حتما یعنی وقتی که زنگ میزند شما حتما پرسید نام و نسب از کجا چه خیل یا اینکه مثلا وقتی که یگان بازی ها میشود اعلام میشود باید حتما نگاه کرد که از نام کدام شرکت و به طور زود درآمد در همون خودی سامانه شرکت و ببینید که مثلا آیا شرکت اعلام کرده است این گونه بازی رو یا نه اگر اعلام کرده باشد پس یگان جای مشکل ندارد اگر اعلام نکرده باشد پس علاقه برای خود سوال گذارید که یعنی علاقه چرا چنین مثلا برای پیام رسان برای من میآید و طبیعی است که مثلا از نام اونها اعلام میشود و شما گفتم ممکن است که قربان این گونه خبرهای فیکی شدن تا ممکن است همین خود همه گونه از سامانه های رسمی و شرکت های رسمی رو حتما باید سنجیدن در کار است که تو مثلا فریب نخورید. تشکر دوستان عزیز شما برنامه فرصتی گپ رو تماشا میکنید. جمشید معروف کارشناس مسائل دلیل سنجی با ما هستند. خب در مورد قلابی ما سخن رو به فکرم جمع میکنیم لیکن باید درباره اون صحبت میکنیم که چرا انسان ها عموما مردم به سخن حق به سخن درست چندان باور نمیکنند لیکن به سخن دروغ زود باور میکنند. اصلا برای منم خیلی این تا حال جالب است سببش اینگه وقتی که ما در فعالیت کاری همین دلیل سنجی چند خبرهای وقتی که پیشنهاد کرده بودیم که واقعیت مثلا یا دروغ گفته اثبات کردیم یا مثلا حقیقت گفته پیشنهاد کردیم خب مردم مثلا به این گونه مثلا خبرها نه همیشه باور میکنن یعنی در اکثر موارد اگر مشاهده کنیم برای مردم اگر در یک منطقه دوردست تاجیکستان زندگانی کنن خاصه مثلا در دهات اگر باشن بیشتر کوشش میکنن گپی یگان ملا گپی یگان رئیس جماعت مثلا گپی یگان نفری که همون پیشوای همون گوییم که گفتم ممکن است که همون محله هست برای اونها گپی اون نفر زیادتر ارزش دارد نظر به خبری که شما مورد سنجش قرار میدید و چند منبع ها رو پیشنهاد میکنید و برای ما هم مثلا در بسیار موارد این خیلی جالب دقت است که مثلا چرا تا حال بعضی از مردم نمیتوانند با اون خبرهایی که شما نشر میکنید میسنجید و حتی میگوییم که وقتی که شما اگر اون شبهه دارید به خبری نشر کرده ما میتوانید پیشنهاد کنید اما پیشنهاد شما توسط فکت و رقم باشد اگر رد کردنی هستید پس با دلیل رد کنید اگر مثلا تصدیق کردنی هستید پس بگذار با دلیل تصدیق کنید یا مثلا یگان چیز علاوه کنید ولی متاسفانه این گونه حالت رخ نمیدهد در بیشتر موارد مثلا میگن که این خبر دروغ است شما واقعیت گفتید دروغ است خب قبول
شما چی پیشنهاد میکنید؟ این دروغ است. یا اینکه یک کاری رو که ما مثلا اجرا نکردیم خودمون در بیشتر میگیم نمیشه. مثلا هست که ما شما خودتون اون رو تجربه کردید؟ نه، لیکن من میدونم که فلانی کرده بود نمیشده بود. خودی شما، یعنی در ما بسیار چیزا ما خودمون نمیسنجیم، خودمون مثلا اون رو تجربه نمیکنیم و کوشش میکنیم که برای دیگر نفران مثلا خلل ایجاد کنیم که اون نمیشه و دیگر نفران وابسته میکنیم که در همین کار دست نزنن. و متاسفانه شاید این نمیدونم از گفتم ممکن است که رشد نکردن تفکر انتقادی باشد، شاید از گفتم ممکن است که کم خواندن باشد، مثلا شاید از گفتم ممکن است که با گوییم که بیشتر خبرهایی در شکل پروپاگاندا پیشنهاد شده باشد که یعنی ما به قول گوییم که در بعضی موارد مشاهده میشد که منقورت هستیم، یعنی گوییم که همون یک شخص شده ماندگی هستیم که یعنی نمیتوانیم که همون مغز سری خودمون رو رشدیم و آن مثلا همین خیلی شکل گرفته است که یعنی خبرهایی که از چند طرف میآید حتی راست است، یعنی دیگر قابلیت قبول کردن نداریم. یعنی ما در مغز سری خودمون همین خیلی یک گوییم که فضای رو ساختگی هستیم که بدون اون دیگر چیزها برای ما گویا که ممکن نباشد در آمدنش. فکر به این به نظر من است، شاید مثلا اشتباه کنم ولی از روی مشاهده و از روی کاری که در همین سمت ها انجام میدیم در بیشتر موارد همین چیز مشاهده میکنیم که یعنی ما نمیخوایم که چیزی گوییم که سنجیده شده، چیزی که مثلا میتواند از چند منبع عبارت باشد و برای شما پیشکش شده باشد ما قبول نمیکنیم، برای خودمون قبول نمیکنیم، اما برای ما یک نفری که گفت نابست از اون که باید دروغ باشتم که میگویم درست است. حتی پیشنهاد میکنید که همون گفته مثلا چندان واقعیت ندارد با فکت رقم، هنوز هم میگویم نه درست است. اصلا بسیار شما درست قید کردید. وقتی من با همون خیشبچم که در مورد قلابی قرار داشت، من هر قدر میفهموندم که این نادرست است، هر قدر میفهموندم که این فریب است، این فیک است، باور کردن نمیخواست، چون که بسیار میخواست که مبلغ‌های زیاد به دست بیارد. باور کردن نمیخواست. من میگفتم که این دروغ است، تو رو فریب کردن، اینقدر مبلغ رو بیهوده از دست دادی، این مبلغ رو تو گرفته نمیتوانی. باور کردن نمیخواست که این گپی من راست است. و سوال نوبتی این است در همینجا پیش گفتم برای من یک چیز جالب این است که مثلا شما با یک نفر چندین سال دوستی میکنید، چی میکنید، حتی وقتی که به او میفهمونید که نکن این درست نادرسته چیه، یک نفر بیگانه تا همین درجه در یک لحظه معین همین قدر مثلا ضبط کرده میگیرد که مغزی سرشه، یعنی گپ شما حتی ارزش نداره. یعنی بیگانه تا همین درجه توانست که مثلا باور کناند در یک لحظه معین. اما من و شما که مثلا چندین سال مثلا دوستی داریم، مثلا یا اینکه با ما یارو نزدیک مثلا پیوندی داریم، نمیتونیم باور کنیم. شاید در اینجا لکه فکر میکنیم که ما هست که مثلا در ما یک بخص و کینای خودمون هست که ما همه وقت اندیشه میکنیم که این نمیخواد پیشروی منه، این نمیخواد که من زنش مبلغ زیاد کار کراسیم، این نمیخواد به همین خاطر من نمیخواد که پیش راه هم گیرد. یعنی در ما این گونه سوالگذاری کرده توانست، لیکن همین گونه سوالگذاری رو نمیتونه برای اون نفر تیاد، برای یک نفری نزدیک میداد که نمیخواد که پیشرویش کنه. هرچند تو میفهمونی که نه این خیلی نیست، متاسفانه بعد از چند لحظه بعد درک میکند، اما متاسفانه دیر میشه. میدونید با مشاهده های من خبرهای دروغ بیشتر به هنگامه تعلق دارند و به احساسات تاثیر میرسونند. یکی از هدفش هم همین است، یعنی هدف اونها همین است که یعنی با همون سرلوحه‌های مثلا هنگامه برانگیز مثلا و به احساسات تاثیر رساندن و خودی اگر گوییم که هدف دروغ یا اینکه فیک هم همین است، یعنی به تهلکه انداختن، ترس، با همون احساسات ها، یعنی به همین گونه مثلا گوییم که احساسات های شخص تاثیر رساندن. وقتی که شما به احساسات تاثیر میرسانید و در نتیجه علاقه گوییم که به تهلکه، به ترس میافتد و دیگر کارهای انجام میدهد که خودش ناگهانه از عملکردهای خودش بیخبر میموند و سپس بعد از اون که کمی آرام میشد بعد درک میکند که اگر درک کند
میفهمد که چی کاری رو مثلا انجام داده است. متاسفانه برای من یکی از هدفش همین است که مقصد با همون هنگام عالم نظر ببینیم که مثلا سرلوهای هنگام برانگیز و وایمه انگیز رو اگر وقتی که دیدیم حتما یعنی مقصد اونها هم یعنی کلیک بیت است که شما مثلا یعنی جلب کردن است که شما توسط اون میتونید یعنی قربانی همون شوید. خب دوستان عزیز، شما برنامه فرصتی گپ رو تماشا میکنید و متخصص کارشناس مسائل دلیلسنجی جمشید معروف با ما هستند. خب جمشید جان، قسمت دیگری صحبت ما هوش مصنوعی. چرا من میخوام که دایر به همین مسئله صحبت کنیم؟ به اون خاطر که با پیدا شدن هوش مصنوعی، ساختن عکس ها و حتی ویدیو ساخته شدن، شاید این خطر به گپ های راست است. یعنی چرا؟ چند چیزی من مشاهده کردم، میگویند که در اورال یک ارتفاکت پیدا کردند و میبینید که اون هوش مصنوعی آن را ساخته است. میگویند در خب امریکا یک قبری را یافتند که سر انسان همون کوسه‌خانه سرش مانند خانه است، یعنی یک انسانی بزرگ قدیمه رو پیدا کردند و اعتبار میدید میبینید که اون همون هوش مصنوعی یعنی ذهن صنعی آن را ساخته است. بله. تو چند روز ذهن صنعی میتواند بر راست به سخن راست خطر باشد؟ خب امروز که مثلا یک زمانی در این باره گپ میزنم اما بعضی چیزها افسانه مینمود، اما امروز الکی ذهن صنعی یا اینکه هوش مصنوعی که امروز روز به روز رواج و رونق یافته شده است، متاسفانه چنین حالت ها هم رخ میدهند. یعنی اگر بگیم که قلم اگر به دستی کی افتادن، یعنی اون میتواند یک دستی شعر نویسه، اون میتواند دستی یک جنایتکار فرودو مثلا کشتاری رو انجام دهد. در این گونه اینجا هم نیز چنین است که اگر با هوش مصنوعی شما برای گوییم که تشکل ذهنی خودتان استفاده کنید یا از آن برای گرفتن ایده یا تبادل تجربه یا اندیشه آن را فهمیدن یا برای کارهای همه‌روزی خودتان استفاده کنید، آن میتواند یکی از کمک رسان‌های شما باشد در دوام گوییم که 24 دراپ 7 به یگان مشکلی، یعنی گوییم که مصلحتچی به منت شما است. هر موضوع به شما میتونید لکه با سوال جواب کنید و برای شما معلومات های زیاد را پیشکش کنند. اما هستند نفرانی که از این مثلا هوش مصنوعی برای غرضهای خودشان استفاده میکنند و با این میتوانند حالت یک تعدادی معینی مثلا اودیتوری رو زیر کنترل خودشان بگیرند. این هم از جمله میتواند یکی از آن باشد که گفتم ممکنه که امروز پیدا شدن عکس ها، نوارها، اودیوها که مثلا حتی به صدای شما ماننده است یا نوارهایی که مثلا در شکلی نامش دیپ فیک اون رو مثلا پیشنهاد میکنن و عکس هایی که هستند پیشنهاد میکنن و اون عکس ها میتواند یک نقش خودش رو بازی کند تا زمانی که مثلا شما درک میکنید که اون هوش مصنوعی است و یا اینکه واقعیت است. یعنی گفتم ممکن است که هر چقدری که تکنولوژی ترقی کردن گیرد متاسفانه با اون مبارزه بردن هم مشکل تر می شود. در اینجا علاقه یعنی خواندن، رشد دادن ذهن خود خیلی مهمتر است که ما توانیم که با اون کار کردن رو آموزیم و زبان اون رو درک کنیم که اون چگونه کار میکند و هنگام مثلا پیدا شدن این یا اون مثلا متن و تصویر و نوار و اودیو مثلا صدا ما توانیم که آن رو مثلا مورد سنجش قرار داده باشیم و معلوم کنیم که این مثلا اون رو هوش مصنوعی پیشنهاد کرده است یا اینکه مثلا از طرف انسان نوشته شده است. و در این گونه حالت راستی گپ امروز در همین جا یک که مبارزه هست بین همون نفرانی که در همین سری تکنولوژی کار میکنن و اون نفرانی که تکنولوژی رو می آفرن و با اون کار میکنن. یعنی اونها مثلا بسیار وقت مبارزه میبرن و حتی مثلا بعضی از مؤلفان این یا اون اثرها داستانها تا حال مثلا با ذهنی صنعی راضی نیستن، راضی ندارن، چون میگویند که مثلا عکس های اونها یکی از گوییم که الیمنت ها یکی از جزء های اون در گوییم که تصویر هایی که هوش مصنوعی می آفرد هست
و اونها مثلا گویا که اونها مثلا روزگی ندارن، از جمله مثلا نواربردارانه. چون مثلا اگر ببینید اگر امروز با دو سه چیزها به نزدیک یک نفری شناسم با چند چیزها یک گویا که فیلم تصویری هم ساخت توسط شیعه مصنوعی. تصور کنید که مثلا برای یک آفریدن فیلم تصویری اون رو چقدر میکشن و حتی میگن که مثلا از فیلم آفرین فیلم تصویری که به طوری مثلا رسم میکشن مشکل تر است مثلا، چون هر یک قدم رو میکشن. تصور کنید که در اینجا هوش مصنوعی در یک لحظه به قول گویم که نوار رو یعنی یک فیلم تصویر رو می آفرد. البته برای اون نفری که شب و روز زحمت میکشد اینجا گویم که نسبت کمی مثلا به حرمتی از ارزش اون کاری مثلا یک گویم که به ارزش می شود. به همین خاطر امروز مثلا مبارزه هست و هوش مصنوعی از یک جهت خوبش است که مثلا ما کار رو محسوس میکنیم و از دیگر جهت این گونه حالتهای هستی خطرهای هم دارد که نمی شود که زیری اون مثلا از کناری اون گذشته رفت. چون امروز مثلا خبرهای هم نیست هوش مصنوعی پهن کرده است که متاسفانه نه همیشه مثلا اون رو پیگیری و انیق کرده می شود که اون خبر تا کجا واقعیت داره و حتی یا اطلاعی که خودی هوش مصنوعی میتهد حتما باید که دوباره اون رو سنجید که تا کجا واقعیت داره، چون که نه همه معلوماتی که هوش مصنوعی امروز پیشنهاد میکند واقعیت دارد. خب تشکر دوستان عزیز، ما در اینجا برنامه رو به انجام میرسانیم. پیش از آنه که با شما خیر گویم از جمشید معروف خواهش میکنم که چند توصیه برای ما شما داده باشند، همچون متخصص استفاده برنده شبکه‌های اجتماعی، آنهایی که با قلبان روبرو میشوند چی کارهایی رو بکنند تا اینکه با دروغ روبرو نشوند، اگر با دروغ روبرو شوند هم با اون باور نکنند و همیشه جانب حق روند، راه حق رو پیش گیرند. پیش از همه من مثلا میدم که همه گونه خبر چی از طرف هوش مصنوعی چی از طرف مثلا اون کاربری شبکه اجتماعی پیشنهاد میشود همیشه با سوالگذاری آغاز شود. چرا این خبر چنین است؟ چرا این منبعی که پیشنهاد شده است از کجا است؟ منبعش از کجا است؟ صلاحی اون رو باید مورد سنجش قرار دادن در کار است. خبر رو همه وقت پورا خواندن در کار است، یعنی فقط با یک صلاحی اون اکتفا نباید کرد، حتما پورا خواند شناخت شد. پیوندهایی که در اونجا آورده میشد اون پیوندها رو حتما سنجید که تا کجا واقعیت داره. آیا پیوندی که مثلا یا لینکی که مثلا یا سلکی که پیشنهاد شده است باید دید که واقعیت دارد یا نه. مثلا شاید مثلا یک شوخی باشد، احتمال مثلا شما میبینید که شوخی بوده است، چون بعضی از خبرهای است که در شکل شوخی هم پیشنهاد میشوند. و دیگر اینکه همیشه تفکر انتقادی خودتون رو توسط گوییم که بازی هایی که گلوالام که میکنن مثلا یا شاهمات مثلا یا بازی هایی که برای اندیشه کردن شما رو وادار میکنن زیادتر کار کنید تا یعنی مغز سری شما نیز زیادتر کار کنید. چون مثلا چخیلی که گوییم که ورزشکاران بدن خود رو آب و تاب میدهند برای مثلا مستحکمیش سالمیش، یعنی مغز سر هم به این چیز نیاز دارد. یعنی با کتاب خواندن و با مثلا بازی هایی که مثلا زیر سوال میبرد و ما رو مثلا برای اندیشه کردن وادار میکند. چون اگر وقتی که ما سری این کار نمیکنیم یعنی مغز سری ما نیز در همون جایش پوسیده میرود و دیگر قابلیت روش کردن ندارد و هر خبری که مثلا از طرف قطعی نظر کدام کاربری که نهایت و قطعی نظری که از کسی پیشنهاد نشود ما اون رو قبول میکنیم. مثل یک نفری ساده میشیم که همه گونه خبر رو با یک شکل اسلوبی چخیل پیشنهاد شده قبول میکنیم، زود باور میشیم و به طور زود اون رو میتوانیم برای دیگران نیز تقسیم کنیم. باز یک راه دیگر است www.factcheck.tg می‌دارید، از آنجا خبرهای سنجیده شده رو میتوانید که همیشه دوستای گرامی من توصیه میکنم که خبرهای سنجیده شده رو مطالعه کنند و همیشه کوشش کنند که خبرهای رو بسنجند و به هر گونه خبرهای هنگام برانگیز باور نکنند. دوستان عزیز، من عاصم عارفپور روی برنامه و کارشناس مسائل دلیل سنجی جمشید معروف با شما بودیم. همیشه در راه راست باشید، همیشه راه راست رو انتخاب کنید، همیشه به گپ راست باور کنید، دروغ رو از حیاتتان خط زنید. خیر.